شنیدی میگن فلان کوین رو بخر قراره 1000 برابر بشه. این داستان فرضی رو میخوام براتون تعریف کنم، داستان امید رو میخوام بگم. امید دوستیه که فکر میکنم همه ماها داشتیم که میاد میگه فلان کوین گفتن قراره 1000 برابر بشه، یا مثلا یه پستی رو تو اینستا میبینی که میگه قراره فلان ارز 1000 برابر بره بالا، تو رو میلیاردرت کنه، تو رو میلیونرت کنه، اونم در عرض فقط 2 روز، در عرض 24 ساعت، در عرض یه هفته حتی. ولی حالا یه چیزی رو من میخوام اینجا بهتون بگم که هیچ کدوم از این اتفاقا قرار نیست بیفته و شما تنها اتفاقی که قرار براتون بیفته اینه که پولتون رو قرار از دست بدید. نذار حسرت پول بقیه جیب تو رو خالی کنه. پست دیو رو براتون گذاشتم، do your own research. اول خودتون برید تحقیقاتتون رو انجام بدین، چک بکنید، همه چیزو ببینید، بعد برید خرید بکنید. یه سری پست دیگه هم براتون آماده کردم، پست‌های اولیه است، همشون قسمت‌های علمی کریپتو رو داره نشون میده. پست‌های دیگه هم توی راهه، برو اونها رو نگاه کن، هر سوالی داری تو کامنت